سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل من. امروز اومدم که یک ترفند بهتون یاد بدم. البته این ترفند فقط مخصوص کساییه که PS4 یا PS5 دارن. اگه در چند هفته اخیر DNSتون به مشکل خورده، کار نمیکنه یا که خیلی ضعیف کار میکنه، با من همراه باشید. اگه حال کردی ویدیو رو لایک کن و چنلم سابسکرایب کن. خب اول داریم میبینیم که چجوری باید DNS رو وارد کنیم برای کسایی که بلد نیستن. این ترفندی که میخوام بهتون یاد بدم خیلی آسونه و کار خاصی نیاز نیست انجام بدین. فقط کافیه که یک بار کنسولتون رو ریستارت کنید. دقت کنید که خاموش نکنید یا که روی حالت رست مود قرار ندید. و بعد از اینکه کنسولتون رو دوباره روشن کردید، یک بار دیگه DNS رو وارد کنید و به همین راحتی DNS براتون مثل روز اول کار میکنه. خب ویدیوی ما به پایان رسید. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.